فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقي حبدهم از آموزشی سیره مبارکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و ان شاء الله و بحمد الله در این حلقه به اولین صحبت در مسئله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آغاز خواهیم کرد، زیرا در همه حلقه های پیش گذشته ما به شما مقدمه ها و بعد از این فایده ها و فضیلت های آموزش و ثمره آموزش سیره و بعد از این پیش از اسلام چگونه بودن عرب، حالت دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همه را بیان نمودیم و حالت جاهلیت و عرب را شما فهمیدید که پیش از اسلام چگونه بودند و عالم در کدام حالت قرار داشت و اخلاق اونها چگونه بود، دین اونها چگونه بود، همه را شما فهمیدید. و حالا شروع میکنیم با اولین حلقه نسبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اولین حلقه ما چخیلی که اهل سیره، اهل نویسندگان سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از علما این باب را گذاشتند، این نسبی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. نسب چگونه تولد شدنشان، چگونه نشأت یافتنشان. حالا باشد نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را و اجدادان، پدر و باباهایشان را ذکر میکنیم. باید دانید که نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین نسب است، افضل ترینی نسب است، چگونه که در حدیث صحیح آمده است، روایت بخاری و غیره در سنن و مسند. و حدیث عموما در این مسئله صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند الله سبحانه و تعالی از بهترین نسبش مرا اختیار کرده است. الله از ابراهیم اسماعیل و از اسماعیل عدنان را و از عدنان قریش را و از قریش بنو عبدمناف را، هشام را و از بنی هشام من را اختیار کرده است و برگزیده است. پس این نسب رسول الله بهترین نسب است. اما بعضی ها سوال میدن که وقتی که بهترین نسب باشند، آیا پدری رسول الله یا که بابای رسول الله آیا مسلمان بودند یا مؤمن بودند؟ اگر مشرک باشند چگونه اونها بهترینند؟ که البته این یکی از شبهه هایی که رافضه ها به اهل امت اسلام می اندازد. جواب به نهایت عادی و مختصر است. میگوییم که در حقیقت خون اونها بهترین بود، گرچند که اونها از طرف شرک گمراه شده بودند و در آخر اجدادان رسول الله به مانند پدر رسول الله یا بابایشان یا که عمک‌هایشان به شرک وارد شده بودند و ملت ابراهیم را تغییر داده بودند، اما با وجود این هم بهترین انسان‌های زمان خود بودند، از نظر شجاعت، از نظر کرم، از نظر رحمدلی، از نظر صادقی، از نظر امانت را خیانت نکردن، از نظر وعده را در جایش تمام کردن، تمام صفت‌های خلقی نیکو را داشتند. و همین شرک را هم خیلی که در حلقه های گذشته بیان کردیم، اینها دین حساب کردند و شرک کردند. پس بارک الله فیکم. نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین نسب است و باید هر یک مرد و زن مسلمان و هر یک جوان مسلمان این نسب رسول الله را داند. امروز
چقدر انسان‌های نادرکاری را یا که کفار را می‌دانند، اما از نسب رسول الله شاید بی‌خبرند. پس شرف ما مسلمان‌ها در کجاست؟ در آموختن رسول الله صلی الله علیه و آله است. چقدر که رسول الله را خوب می‌آموزیم، خوب می‌شناسیم، چقدر که در تعلیم گرفتن حیات رسول الله مشغولیم، همون قدر شرف مندیم و همون قدر عزت خواهیم یافت. پس بارک الله فیکم، نسب نبیمون محمد صلی الله علیه و سلم به 3 قسم تقسیم می شود. جزء اول که تمام علما اتفاق کردند که این نسب 100% به اتفاق است، و دومین قسم این جزء از نسب رسول الله که علما در اینجا اختلاف کردند و اختلافشان به نهایت شدید شده است، و سومین جزء هم کمی البته اختلاف به وجود آورده است. نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم از خودشان تا عدنان، تا بابایشان عدنان، به اجماع و به اتفاق علما، یا که به اتفاق علما همه ذکر میکنن که این درست است، از رسول الله تا عدنان. اما از عدنان تا اسماعیل علیه السلام در اینجا علما به نهایت اختلاف کردند، و بعد از اسماعیل ابراهیم، از ابراهیم تا آدم علیه السلام هم البته بعضی از تفصیل ها وجود دارد و به اختلاف ها واداشتند، و البته نقل از اهل کتاب است در اینجا که یقین نمیکنیم. پس بارک الله فیکم، جزء اول که جزء اتفاق است، هیچ اختلاف در بین علما نیست که همه این ذکر شده ها باباهای رسول الله می شوند تا عدنان. اینها کی هستند؟ اینها محمد ابن عبدالله، یعنی محمد پسری عبدالله، پسری عبدالله، پسری عبدالمطلب، یعنی بابای رسول الله عبدالمطلب بودند. عبدالمطلب چه خیلی که بیان کردیم نام این بابای محمد صلی الله علیه و سلم نبودند، بلکه این لقب بود. وقتی که هشام این انسان را آورد، یا که امکشان عبدالمناف وقتی که عبدالمطلب را از مدینه آوردند، مردم فکر کرد که این غلام است، این غلامی عبدالمناف است، به خاطر این عبدالمطلب بود. اسم حقیقی عبدالمطلب این شیبه است، یعنی محمد ابن عبدالله ابن شیبه. بعد از این ابن هشام، دومین بابای رسول الله، که هشام نامشان عمرو بود. بعد از این ابن عبدمناف، سومین بابایشان عبدمناف، نامشان مغیره بود. چهارمین بابایشان قصا که نامشان زید بود. پنجمینش کلاب، ششمینش مره، هفتمینش کعب پسری لؤی که این نهمینش، دهمینش پسری غالب پسری فهر. همون فهر همون کسی بود که لقب قریش رو به خود گرفته است، ملقب به قریش شده بود. فهر دهمین یا 11مین والله اعلم بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم که فهر بود، لقبش این قریش بود. و همین قبیله قریش که امروز در مکه هست، که پیامبر گفتند که تمامی خلیفه و پیشصفان مسلمان، البته خلیفه مسلمان این از قریش باشد، و قریش ها یک درجه فضیلتی به نهایت سخت در شریعت اسلام دارد. البته مسلمان هایش، قریش این قبیله است که از فهر بابای 11 و 12 رسول الله وجود آمده است. فهر این کسی بود که بابای رسول الله طبقه 11 یا 12 که لقبش قریش بود. پس این قبیله قریش هم از همینجا به وجود آمده است. فهر پسری مالک بود، مالک پسری ناظر بود که اسمش قیس بود، که قیس پسری کنانه پسری خزیمه، پسری مدرکه که اسمش عامر بود، پسری الیاس، پسری مضر، پسری نزار، و پسری معد، پسری عدنان بود. تا اینجا تمام نام‌هایی که ذکر شده است این اتفاق است، به اتفاق علما یگان غلطی نیست. البته رسول اکرم صلی الله علیه و آله خودشان نسب خود را مختصرا روایت میکنند که میگن ان الله اصطفى من بني اسماعیل کنانه و استنى من کنانه عدنان و استوى من عدنان
یا که بله عدنان واصطفى من عدنان قریشا واصطفى من قریش بنو هشام واصطفانی من بنو هشام. بارک الله فیکم. معنیش این است که الله از فرزندان اسماعیل کنانه و از کنانه عدنان و از عدنان قریش را قبول کرد، برگزید و از قریش بنو هشام را و مرا از بنو هشام برگزید. و جزء دوم نسب رسول الله از عدنان تا حضرت ابراهیم علیه السلام، اسماعیل و ابراهیم علیه السلام، که البته در اینجا اختلاف بینها شدید است. چرا که عدنان این یک و یک باره پسر اسماعیل نیستند. بعد از عدنان بینهایت کسای زیاد هستند، زیرا که اسماعیل از اسماعیل تا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تقریبا 2500 سال بود، تقریبا، والله اعلم، تقریبا 2500 سال بود. و البته از رسول الله تا حضرت اسماعیل به نهایت کسانی زیاد هستند. و بعد از اسماعیل ابراهیم و از ابراهیم تا آدم علیه السلام هم علما ذکر کرده اند که میگن پدر ابراهیم این تارح بود که نامش آزر بود و غیره و غیره تا آدم میروند. و عمومش این است که جای اتفاق به شما ذکر شد و نسب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهترین نسب بود که به ابو الانبیاء ابراهیم علیه السلام میرسد و رسول الله صلی الله علیه وسلم بابایشان میشوند اسماعیل و ابراهیم. ابراهیم علیه السلام را برای همین پدری پیامبران مینامند، ابو الانبیاء. از این سبب که ابراهیم دو فرزند داشتند، یک فرزندشان اسحاق از زنشان ساره زن خودشان و دومین فرزندشان از هاجر که یک کنیزه بود که زن ابراهیم علیه السلام ساره به شوهرشان هدیه کرده، آزاد کرده داده بودند و ابراهیم به زنی گرفتند هاجر رو که از هاجر فرزند به دنیا آمد اسماعیل. از این دو فرزند بعد از ابراهیم بوده تمام پیامبران به وجود آمده است. از اسحاق یعقوب به دنیا آمده است، پسر اسحاق یعقوب، و از یعقوب تمام پیامبران یهود به وجود آمده است که این رو میگن بنو اسرائیل. بنو اسرائیل یعنی بنو یعقوب، فرزندان اسرائیل، فرزندان یعقوب. از یعقوب یوسف و بعد از این آهسته آهسته تمام پیامبرانی که آمده اند، داوود، سلیمان، موسی، عیسی، یحیی، زکریا، هارون، یوشع، همه اشان از فرزندان یعقوب هستند. یعقوب فرزند اسحاق و اسحاق این فرزند ابراهیم هستند. و از طرف دیگر از فرزند اسماعیل علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء به وجود آمده اند، به دنیا آمده اند که از همین جهت ابراهیم علیه السلام را ابو الانبیاء گفته می شود. بارک الله فیکم. و البته در عدد انبیاها حدیث هایی که آمده است علما ضعیف میگن و بعضی از علما حسن کرده اند که 124,000 هست و این حدیث را در سنن و مسند و در بیهقی هم روایت کرده اند و از درون این 24,315 رسول میگویند و از درون این 5 تاش رو اولو العزم میگن. اولو العزم البته با آیت قرآن ثابت است. اولو العزم یعنی بزرگترین رسولان که نوح اولینش نوح، بعد ابراهیم، بعد موسی، بعد عیسی، بعد محمد صلی الله علیه و و از این 5 نفر 2 نفرش خلیل است. خلیل یعنی بهترین رسولانی که به الله نزدیکترینند و عشق سخت دارند خلیل است. ابراهیم بابای محمد صلی الله علیه و خودی محمد صلی الله علیه و و از درون این خلیل بهترینشان محمد صلی الله علیه و سلم است.
چه که خودی محمد صلی الله علیه و آله در حدیث میگن ان الله اتخذني خلیلا كما اتخذ ابراهیم خلیلا. الله مرا خلیل گرفته ان چگونه که ابراهیم علیه السلام را الله خلیل گرفته بود. لو كنت متخذا خلیلا اتخذت ابا بکر خلیلا. اگر من هم بعد از خودم یگان خلیل بر خودم میگرفتم، من ابراهیم را خلیل میگرفتم، اما خلیل گرفتن بر رسول الله جایز نبود. بارک الله فیکم. پس همه رسولان و انبیا مردها بودند. یگان نفر از زن از اول این دنیا تا آخرش نبی یا رسول نشده است. مریم یا فاطمه یا که موسی، این زنها زنهای صالحه بودند و بهترین زنها بودند، اما یگان نفر از زن این پیامبر نشده است. خضر علیه السلام این نبی بودند در قول راجح، نبی از نبی های الله سبحانه و تعالی. پس این بود مختصری اجداد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با همین حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده خانواده رسول الله، اسره رسول الله، اسره نبویه رو به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.